فلسطین یا اسرائیل؟ یه عده میگن جنگی که همکنون در حال وقوعه مسابقه فوتبال نیست که بخوای طرف یکی رو بگیری و با این جمله که کلا جنگ بده، چه اسرائیل باشه چه فلسطین، از زیر مسئولیت خودشون شونه خالی میکنن. اگر از لحاظ تاریخی بخوایم بررسی کنیم، این سرزمین از زمان پادشاهی داوود برای یهودیان بوده. توی تمام کتب هم مشخصه، میتونیم بریم نگاه کنیم. اگر از لحاظ قوانین جنگی بخوای حساب کنی، شروع جنگ در گذشته و در الان همیشه فلسطین بوده. حق دفاع برای اسرائیل وجود داره. از همه مهمتر، اگه بخوای از لحاظ استراتژیک حساب کنی، وجود این تروریست‌های منطقه به ضرر امنیت ملی ایرانه و حضور اسرائیل یک دوست تاریخی و قدیمی به نفع اقتصاد و امنیت ملی ایرانه. البته بعد از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. پس دفاع از اسرائیل یعنی دفاع از منافع ملی ایران. دفاع از فلسطین یعنی دفاع از رژیم جمهوری اسلامی و حمایت از کشتن جوانان جنبش اخیرمون. فکر نمی کنم فهمش خیلی سخت باشه. دیگه همه میدونن رژیم جمهوری اسلامی یک گروه تروریستیه و از حامیان حماسه. یعنی اصلا اینطور بگم حماس مال خودشونه. حالا یه عده این وسط تریپ روشنفکری براشون میگن بابا مردم فلسطین هم مثل ما مردم ایرانن. فلسطینی‌ها حامی دولت اسلامی خودشون هم نیستن. همونطور که ما ایرانی‌ها جنایت‌های جمهوری اسلامی رو نباید به اسم ما ایرانی‌ها نوشت، مردم فلسطین هم همینطورن. من نمیدونم این چه فازیه. ولی اینطور نیست. یه نگاه خودمون کنیم میفهمیم مردم فلسطین حامی گروه تروریستی حماس هستن. چرا تا الان یک راهپیمایی یا یک کنشی از مردم فلسطین علیه حماس ندیدیم؟ چرا بیرون از مرزها فلسطینی‌های خارج نشین علیه حماس تظاهرات نمیذارن و خواهان سرنگونی حماس یا دولت‌های تروریستی اسلامی بشن و بخوان صلح رو به منطقه برگردونن؟ چرا یک تظاهرات ازشون نیست؟ مثل مردم ایران که مخالفن با رژیم و به هر بهونه علیه رژیم جمهوری اسلامی تظاهرات برقرار میکنن. در عوض شما دارین میبینید که چطور از این حمله وحشیانه گروه حماس دارن حمایت میکنن. تازه همین مردم عادی فلسطین وقتی جنازه‌های مردم بیگناه اسرائیلی اومد توی شهر آوردنشون دورشون بدن، همین مردم عادی روی جنازه‌ها توپ مینداختن. سالها با کمک جمهوری اسلامی و هزینه‌های جیب من و تو و سرمایه ما دارن تلاش میکنن بگن اسرائیل تروریسته. تروریست کسیه که به مردم بیگناه یک دفعه حمله میکنه و جنایت میکنه، نه اسرائیلی که نتانیاهو 2 روز قبل از حمله دستور تخلیه داد بهشون. اسرائیلی که آب و برق و گاز و غذای غزه و فلسطینی‌ها رو تأمین میکنه. این چه تروریستیه؟ اصلا میدونی این فستیوال موسیقی هزینه‌اش میخواست خرج مردم غزه بشه، بعد اونا اومدن کشتنشون. شما فکر کن تو خونه من نشستی، من دارم مجانی آب و برق تو میدم، یهو هفتیر برداری خانواده منو بکشی. اون موقع به جای آب و برق باید چی داد به همچین آدم جنایتکاری؟